عدالت حق هر کسی رو جای خودش هدف عدل باز ابزاری برای رسیدن به جای توقع داریم دولت خدمتگزار حق هر کسی به خودش بده فقر انبیا ببینید چی میگه میفرمان فإن الله یخذل المستضعفین فی اعینهم. این یه امتحانی بود برای آدمایی که دیده شود که با کسانی که مالدار نیستن چگونه برخورد میکنن. هارون برای اینکه دعوت کنه فرعون وقتی نگاه کرد وقتی هم که حضرت موسی اومد گفت تو چیکار داری؟ گفتش که اگر تو حرف من رو بشنوی، در حالی که این نیست، پول همه چی نیست، یه چیز دیگه میخوام میگم براتون. ببینید تصمیم جزم امام اراده چرا توی امتحان و ارزش نداریم با نمره قبول شید؟ برای چی؟ عزم کو؟ عزم و ارادت کو؟ آیا چه؟ باید خانده آموزه که بودیم گروهنده چند چسبونی پول یه هفت رو در کردیم خسرم رو کنیم فکر کنیم سهم بند بشه اصلا در قرآن خدا رو یافته بعد تو این به اطلاع ما میگیم ماسمالی اونا هم که میخوان ماسمالی کنن خاموده نه مومن از اون نگرانی که دم داره باید خوب انجام بده تو من که صحبت میکنم و خوب انجام نشد اگه میسام بکنم و خدا رو فراموش نکنم جدی فراموش و خدا رو کنیم بیش از What? They don't want veterans getting into it. No, we're not shooting this. قال الله العظيم بكتاب على علم لقوم يؤمنون حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعون